رو باید تمرین بکنید. نازنین فقط خودش رو با خودش میتونه اندازه بزنه. نازنین حتی با نگین که خواهرش بشه نمیتونه خودش رو مقایسه بکنه. دیگه 12 ساعت بیشتر میبینی خواهرت. ما میخوایم آپشن داشته باشیم، حداقل به عنوان یک چیزی که انتخابش دست خوده، مثل این کتی که میخوایم ما میپوشیم نمیپوشیم، یا اینو سر میکنیم یا نمیکنیم. اهمیتی نداره بقیه‌شون. یا مهم اینه که شما توی اون لحظه از جوابی که میدین خودتون راضی باشید. و اکثر ماها در جامعه ایران بازی به هم می‌ریزیم. فکر می‌کنیم جای دیگه آسمون آبی‌تره دیگه، خب من میرم اونجا مسیرمو درست میکنم. ترسناکه، همه میترسن، اما تهش نجات پیدا میکنیم و میتونین اون کارو انجام بدین، اما تاثیرگذاریتون زیاد میشه. بنابراین برای اینکه غلبه بکنه به این که اوکی تو به خاطر رنگ پوست من و موهای من بالاخره یه ذهنیتی توش هست، من که اون ذهنیت رو نمیتونم تغییر بدم. بچه‌ها تنها چیزی که باعث میشه ما توی رقابت بیفتیم و باید باهاش رقابت کنیم و خودمون رو باهاش اندازه بزنیم فقط خودمونیم و خودمون. این نکته‌ای که به نظرم توی سالها با توجه به شکاف طبقاتی که در جامعه ایران ایجاد شده و اتفاقاتی که افتاده خیلی پررنگ خودش رو نشون میده. من میفهمم، من کاملا درک میکنم که وقتی اگر من آدمیم که بالاخره وسط ما باید دوبار حساب بانکیام بالا پایین کنم، توی خیابون میرم میبینم یه مازاراتی از جلوم رد میشه، این چیزا تو ذهنم به هم میریزه. درسته همه اینا هست، این شکاف اصلا به این سبک و سیاق بودنش ناسالمه برای یه جامعه، همه این رو درک میکنن، اما این رو باید تمرین بکنید. نازنین فقط خودش رو با خودش میتونه اندازه بزنه. نازنین حتی با نگین که خواهرش بشه نمیتونه خودش رو مقایسه بکنه. ما در محیط یکسان، در شرایط برابر، در اتفاقات برابر، در رنج برابر، در شرایط مالی برابر، هیچ چیزیمون با هم برابر نیستیم. پس اگر خودمون رو با همکلاسی بغل دستیمون که فکر میکنیم دیگه این که مثل ماست مقایسه بکنیم، کاملا در اشتباهیم و آزاردهنده خواهد بود. نازنین جون شما چی؟ براتون چه چالش‌ها و دستاوردی داشته حالا این پروسه کار کردن با یه خواهر؟ برای من تجربه کار کردن با نگین 2 زاویه داشت. یه زاویه اینه که شما احساس می‌کنی یکی مثل خودته، هیچ موقع جا خالی نمی‌کنه، از پشت بهت خنجر، یعنی اون بحث اعتماده توش به نظر من محور اصلیه که ناخودآگاه باعث میشه که 2 اتفاق میفته. یکی اینکه یه جاهایی خیلی دایرکت‌تر میتونی با اون آدم صحبت بکنی که این بخش مثبتشه و شاید به قول نگین حرفی که زد آدم‌ها شاید یه حس دیگه داشته باشن، اون حس رو نمیگیرن، میبینن که خب نه خیلی مستقیم و خیلی شفافه، شاید حتی یه خورده بعضی جاها سخت‌تر باشه. از یه زاویه دیگه هم ناخودآگاه نسبت به نقاط ضعفی که وجود داره شاید تحمل و آستانه صبر بیشتری داره. یعنی اگر بحث اون اعتماده هست، بحث اینی که آقا این آدمه فرای این که چون توی بحث کسب و کار یه بخش مهارت ما داریم، یه بخش واقعا اون پایه کار کردن با همدیگه دارن. یعنی آدما برای من کار کردن با نگین حالا تنها تقریبا تجربه من بوده به عنوان منظورم خانواده، چون اون تیکر تو میدونی آقا با این آدمه ادبیاتت یکیه، مسیرت یکیه، ذهنت شفافه، پشت تصویری نداری، اون جاهایی که شاید مهارت‌ها لزوما با هم تطابق نداشته باشه یا انتظاراتی وجود داشته باشه، من فکر می‌کنم 2 طرف یه کاسه صبری رو برای خودشون تنظیم میکنن که اون فضا رو به طرف مقابل میدن برای اینکه رشد بکنه و باعث فضای رشد میشه. من شاید حرفا و فیدبکایی که از نگین میشنیدم شاید خیلی وقتا از آدمای دیگه نمیشنیدم، شاید اون آدم مسیر راحت بودن رو با من نداشتن یا مسیر شفاف بودن رو نداشتن. بنابراین میگم چند تا زاویه داره، هم کمک میکنه که آدما با هم اعتماد بیشتری داشته باشن، هم در عین حال هم توی مسیر با هم همراه‌تر و هماهنگ‌تر بشن. ناخودآگاه نسبت به نقطه ضعف‌های همدیگه هم فضای تحمل بیشتری داشته باشن. شاید تو با یه آدم بیرونی اصلا دیگه برات مهم نباشه، چون فضای اعتماد هم خیلی محکم ندیم، یا آقا اصلا معلوم نیست من با این آدم چند سال بخوام ادامه بدم. اما با یکی که خانواده‌ت شاید خواهرته اینطوری که نه من که اصلا ته نداره این ادامه دادم. یه خوبی بزرگ هم داره دیگه 12 ساعت بیشتر می‌بینی خواهرت. جای یه جایی کار می‌کنه. حالا باز یه مثال دیگه از یه رفیق دیگه میذارم، اونم دوره کارآفرینی خیلی موفقیه تو آلمان. برگشت روز نمیدونم کی بود هم میگردیم، گفت ببین من زندگیمو روی یه چیزی دارم بهینه میکنم. گفتم روی چی بهینه میکنی؟ گفت من به تعداد لبخندهایی که در طی روز میزنم زندگیمو بهینه میکنم و این بزرگترین اتفاق زندگی منه و هر چیزی پیرو اینه و دلم میخواد توی روزی که این بازی تموم شد من بگم مکس تو
زندگی کردی و من تونستم بهترین حالت رو برای بهینه کردن این KPI زندگیم پیاده کنم و برای خودم خیلی بامزه بود که آدم‌ها یک چیزهایی رو مشخص میکنن که سرمنشأ اتفاق این آدم مداوما سفر میره، این آدم ارتباطات خوبی با آدم‌هایی که میتونه برقرار میکنه، کاری رو انجام میده که خوشحالش بکنه و تمامی چیزها پیرو خوشحال کردنش میگذره. هیچ مسئله نیست، هر کسی میتونه در واقع تعریف خودش رو از زندگی داشته باشه. من هم تعریف خودم رو دارم به این فکر میکنم که شاید مثلا من سالها خب سفر میرفتم میومدم، همه ازم میپرسیدن که شما تو ایران روسری سر میکنی نمیکنی. واقعا همیشه برام میگفتم که برام مهم نیست. آره ما سر میکنیم، یعنی ما باید هممون سر بکنیم و برای من هم هیچ موقع میدونی چی میگن، شاید اصلا تو ذهنم فقط این مثل یه کتی بود که میپوشیدم، هیچ موقع به ریشه مطلبه شاید خیلی فکر نکرده بودم یا برام مهم نبود یا حداقل به عنوان یه آپشن ندیده بودم تو زندگیم. اینجوری بزرگ شده بودم رفتم. بعدن که آدما فکر میکنن احتمالاً فضا شاید از یک جایی میاد که زنان یعنی ماها فکر میکنیم آقا ما میخوایم آپشن داشته باشیم، حداقل به عنوان یک چیزی که انتخابش دست خوده، مثل این کتی که میخوایم ما میپوشیم نمیپوشیم یا اینو سر میکنیم یا نمیکنیم. فیدبک خانواده‌ات چی بود به این کارت میترا؟ خب خانواده راستشو بخوای بگی چه اتفاقی بود؟ معمولا اون چیزی که در خانواده اتفاقی با نمود بیرونی معمولا یه تفاوتایی داره. خب برای اینکه معمولا خانواده آدم نگران میشه دیگه و برای اینکه از آدم بخوان حمایت بکنن اینا میگن که این چه کاری بود برای اینا، بالاخره اونا هم خیلی طبیعی نورمال اعتراض کردن که چرا مثلا این چه زوری داشت، حالا یک چیز کوچیکی بود میذاشتی سر تو اینا. ولی خب به مرور زمان خودشون متوجه اهمیت موضوع شدن. میفهمم. بعد از تیم ملی اخراج میشی، درسته؟ من اینطوری فهمیده بودم. بعد چه اتفاقی میفته میترا؟ خب از اینکه من از تیم ملی اخراج شدم دیگه، خب برای تیم ملی ایران که نمیتونستم بازی بکنم و ملیت فرانسوی هم که نداشتم، اومدم مستقیم فرانسه دیگه، به ایران هم نرفتم. و بعد اونجا که بودی اخراج شدی یا اومده بودی؟ مسکو که بودم بعد از اینکه بازی تمام شد اینترنت پیچید و اینا، و بعد ما یک مصاحبه کردن رئیس فدراسیون و گفتش که دیگه نمیتونه مادام اون بازی بکنه با تیم ایران و اصلا کلا همه چی تکذیب کرده بودن و اینا اینجور چیزا. و اینکه بعد من اومدم مستقیما فرانسه و بعد دیگه چون نمیتونستم با تیم ملی ایران بازی بکنم، تیم چیز فرانسوی هم نداشتم، ملیت فرانسوی هم نداشتم دیگه، واقعا نمیدونستم دیگه چیکار کنم و اینا، چطوری میتونم مثلا حالا باید یه کاری آدم بکنه دیگه. بخاطر همین شروع کردم دوباره به درس خوندن. متوجه شدم که مثلا برای اینکه زبان فرانسه یاد بگیرم و اینا بهتره برم دانشگاه. رشته هم که دوست داشتم کامپیوتر دیگه، بعد اونجا مستقیما از سال مثلا دوم لیسانس شروع کردم و یک لیسانس کامپیوتر گرفتم. بارها فکر میکنم برای خود من پیش اومده، برای شماها پیش اومده و ازتون یه سوالی پرسن و شما لزوما جواب اون سوال رو ندارین. چجوری میتونین با سرعت صحبت کنین، هوشمندانه صحبت بکنین؟ اول پس مهمترین نکته که وجود داره اینه که اول خودتون رو در شرایط اون صحبت درست قرار بدین. یعنی چی؟ یعنی یهویی از من یه سوالی میپرسن، منم که یه چیزی خورده تو سرم و حواسم نیست و لزوما جوابش هم نمیدم. اولین چیزی که وجود داره اینه که خودم رو ببرم توی فضای فکر کردن و اومدن داخل اون مطلب. پس تو مرحله اول کاری که باید بکنین یه پاز یا یه استاپ یا یه سکون اولیه به خودتون بدین، یه نفس عمیقی بکشین و نشون بدین که دارین فکر میکنین راجع به مطلب. اون شرایط و جست فیزیکی شما این مطلب رو میرسونه. پس مرحله اولی که استاپ میکنین، یه نفسی میکشین، بعد نشون میدین که دارین راجع به مطلب فکر میکنین. و مرحله دوم اینه که قبل از این بخواین شروع بکنین، برای اینکه زمان بخرین و فکر بکنین راجع به پاسخی که میخواین بدین، خیلی یکی از راهکارهای اساسی اینه که من خودم به شدت این رو استفاده میکنم، اینه که سوال رو تکرار بکنین. خیلی ساده، خیلی وقتی یه سوالی از من پرسیده میشه جوابش اینطوریه، من اینطوری اول جاگیری میکنم، نفس رو میکشم و بعد میگم آهان این سوالی که پرسیدین، پس معنای شما پس سوال دقیقتون این بود، شما راجع به این سوال پرسیدین، سوال خیلی خوبیه
و بعد در ادامهش زمانه رو که خریدم ذهنم آماده میشه و شروع میکنم جواب براش تولید کردن. نکته اساسی اینه که بعد از این مسیر باید ایده واقعی و اصلی خودتون با تمرکز به این که به اون مطلب اصلی سریع برسین رو حتما بگین. ایده‌تون رو بگین، دغدغه هاتون رو بگین، چیزی که به ذهنتون میرسه بگین و حتما مطمئن باشین این صادقانه باشه و از زوایای مختلفی در حد توانتون در اون لحظه گفته بشه. یعنی ممکن نقاط مثبت داشته باشه، منفی داشته باشه، چالش داشته باشه، حتما اون رو در اختیار بذارین. خیلی از آدم‌ها سرعتشون پایینه یا هوشمندانه جواب نمیدن بخاطر اینکه همش دغدغه ذهنشون اینه که بقیه راجبشون چی فکر میکنن. دوباره اینجا تاکید میکنم هیچ اهمیتی نداره بقیه‌شون. یعنی مهم اینه که شما توی اون لحظه از جوابی که میدین خودتون راضی باشید و اگر خودتون راضی باشین، خودتون محکم باشین توی اون پاسخی که دارین میدید، بعدا مطمئن باشین که جواب و دغدغه آدم‌ها رو هم خیلی راحت هم میتونین جمع جور بکنید. حواستون باشه جزء آدم‌هایی نباشین که مطالب رو نمیگن از ترسشون. نگفتن مطالب شما رو ضعیف میکنه، شما رو کمرنگ میکنه، بولد نمیکنه. ما در کنترل بی هستیم، شما رو بولد نمیکنه، شما رو پررنگ نمیکنه توی فضایی که وجود دارید. بنابراین به خصوص تو لایه‌های مدیریت و رهبری پررنگ بودن اونجا و جسارت صحبت داشتن و قایم نشدن بسیار بسیار مهمه. نگه ندارین پیش خودتون، صادق باشین، محکم باشین و حتما مطالب رو منتقل بکنین. So one of my other questions was like, basically, you're also a woman, a very successful one, coming from a different culture and making it in Germany. And obviously things have changed in the current century, but it wasn't like this about women and the struggles at work. Like if you're talking to a lot of audiences, like around 60% of this channel are actually women and young women that are looking and they're in part of their careers. What would you tell them? I mean, I do get this question a lot from people, like especially women. Yeah, how should we handle? It's difficult at work. It's a lot of conflicts, a lot of pressure, a lot of, these glass ceilings or even actually very obvious ceilings, How was your experience as a woman there? Let's say I experienced also my glass ceilings, and sometimes I was too naive to recognize them until they put a barrier to what I had to do. I would say what helps me is to really say, okay, it's there, but I'm going to deal with it. Again, coming back to the idea, like, let's not state it, I'm in front of a glass ceiling and I don't know how to get along, but to ask the question, how can I get through it? Who's going to help me? Who's going to be my supporter? And there is one trick. I found always men in my life who were very keen to support women too, because they recognized the value of diversity. And I think that true leaders, good leaders, really the top leaders of the world will recognize the value of a team who is with them and is not just only their old boys, but a more diverse team. And I think that that's changing in the world. So I would look out for persons who know the value of community, of helping each other, of creating circles, of creating teams, and acting in these teams with seeing the value of diversity. Right. And not go like, yeah, it's a boys' world. Yes, it is out there, but So what? Find your people. So that's what I would advise. Find your people. And these people can be men, women, whatever they consider them to be, with different cultural backgrounds, people from all the countries. If they see the value of diversity and people being different, then they are good for you. Right. Interesting. خیلی وقتا من مثال کاری بزنم، آدم ها توی مسیر کارشون، حالا خارجی ها میگن برناوت، ما میگیم آقا میبرن یا هر چیزی که هست، اونجا جای استعفا دادن نیست. اونجا جای اینه که من زمان بگیرم استراحت بکنم.
و اکثر ما در جامعه ایران بازی به هم می‌ریزیم. فکر می‌کنیم جای دیگه آسمون آبی‌تره دیگه، خب من میرم اونجا مسیرمو درست میکنم. این در مورد زندگی شخصی هم وجود داره. با همسرتون، با پارتنرتون، آقا یه جای باهاش کلافه شدین، اذیت کرد، بازیو به هم نریزین، رفتارهای غیر عادی نکنین، به هم نزنین، بچه بازی در نیارین. زمان بگیریم برای اینکه به خودمون برسیم، زمان بدیم، استراحت کنیم، تأمل کنیم. من نظرم خیلی مهمه. این برای همه ما هم مهمه، برای من امروز هم خیلی مهمه. خیلی جا از دستم در میاد. برگردیم به خانم عرضم به خدمت شما نویی. سوال بعدی که ازش پرسیدن، گفتن که تو چجوری کار رو بهتر انجام میدی؟ چند تا موضوع گفت که به نظرم مرتبطه. یه موضوع اولش میگفت آقا کنجکاو باشین. میگفت ماها الان کلمون رو کردیم تو گوشی، هممون تو سوشال مدیا ها میچرخیم. سوشال مدیا یه تایتل رو بولد میکنه و ما هیچ موقع راجع به جزئیات و عمق مطالب مطالعه نمیکنیم و وارد عمق و دیتیل نشدن هیچ موقع به ما پرسپکتیو یا نگاه درستی از مطالب نمیده. میگفت کسی موفقه که وارد جزئیات بشه اما بتونه تصویر کلی رو هم ببینه. بنابراین کنجکاو باشین و بحث جزئیات مهمه. اسپید ریدر گفت من هستم، با سرعت میتونه مطالعه بکنه که این خودش مهارتی که من حتما دوست دارم خودم یاد بگیرم. میزان خواب رو میگفت به اندازه حداقل و حداکثر نگه دارین، نه زیاد بخوابین نه کم بخوابین. تاثیر جدی روی سلامت روان برای پیشبرد مطالب داره. و در نهایت هم بحث زومین و زوم اوت که حالا من یه بخشش رو توی مطلب اول گفتم، این که وقتی یک موضوعی پیش میاد شما از تصویر بزرگی بتونین به ریز مطالب وارد بشین و وقتی ریز رو درک کردین راجع به تصویر کلی تصمیم میگیرین. دوستان بزرگوارانی که فقط روی تصویر کلی تصمیمات استراتژیک میگیرن و هیچ درکی از لایه‌های زیرین و جزئیات اجرا ندارن، معمولا تصمیمات اشتباه زیادی رو میگیرن. و هی هم توی صحبتش تاکید میکرد آقا دست از این سوشال مدیا وردین، روزانه 1-2 ساعت براتون وقت آزاد میشه بخاطر اینکه بتونید به مطالبی که دوست دارین رسیدگی بکنید. یه مطلبی که مهم بود، خب باز من گفتم این خانم هندی بود در فضای اون زمان، در حقیقت آمریکا همین زمانش هم الان همینطوریه، زیاد تفاوت آنچنانی نکرده. یه جای پیشرفت کرده اما کماکان خانوم ها نقش های ارشد و خیلی جایگاه های بالا رو کمتر دارن. خانوم هایی که از هند و کشورهای ایران و اینجور چیزا بیان باز کمترن. که میگفتش که چجوری به این نامساوی بودن غلبه کردی، که جوابش این بود که من سخت کار میکردم، من قابل فراموشی نبودم، من بیشتر از ارزشی که برام سازمان قائل بود ارزش گذاری میکردم، ارزش سازی و تاثیر گذاری داشتم. میگفت روی مطالب سخت‌تر و تسک‌های سخت‌تر توی سازمانتون کار بکنید. میگفت ترسناکه، همه میترسن اما تهش نجات پیدا میکنید و میتونید اون کار انجام بدید اما تاثیرگذاریتون زیاد میشه. بنابراین برای اینکه غلبه بکنه به اینکه اوکی تو به خاطر رنگ پوست من و موهای من بالاخره یه ذهنیتی توش هست، من که اون ذهنیت رو نمیتونم تغییر بدم. یه مسیر اینه، یه سری آدمن که فقط قر میزنن که من میخوام اون ذهنیت رو تغییر بدم، یه سری آدم میگن من که اون رو نمیتونم تغییر بدم، چیزی که مربوط به خودم رو میتونم تغییر بدم، محیط دور و برم تغییر میکنه. من اگر اون آدم جنگنده، زحمت کشه، اون آدم توانمنده باشم، مطمئنا تاثیر میذاره روی محیطم. صحبت خانم نوری هم از همین فضا میاد. ازش پرسیدن هایلایت های زندگی در حقیقت چی بوده. گفت من موقعی که من صدا کردن که بهم پیشنهاد بدن که بیا مدیر عامل شو، از مدیر عامل وقت پرسیدم که چه چیزی باعث شد تو به این تصمیم برسی. میگفت یه قصه ای از مسیر کاریمون رو تعریف کرد. میگفت در یک بازه زمانی ما سرویس‌های مالیمون در کل دنیا دچار مشکل شد، آبرومون رفت، اینوایسامون به هم ریخت، فاکتورا نمیخوردن و که من اومدم دیدم که ما از سیستم‌های آیتی خیلی قدیمی استفاده می‌کنیم. ما می‌کردم توی کفش که نه ما حتما باید اینجا ERP جایگزین بکنیم و میگفت جایگزین کردن ERP هم در یک سازمان عریض و طویلی مثل پپسی اصلا کار ساده نیست و آدم‌ها ریسک‌های خیلی زیادی می‌پذیرن و اکثرا هم نمی‌پذیرن، بخاطر اینکه احساسشون اینه که آقا بر من گرفتاری به وجود میاد و بعدم اصلا ممکن من اخراج بشم و به قیمت خیلی چیزا تمام بشه و فلان. اما این خانم مونده پاش، پروژه رو برده اجرایی کرده که مدیر عامل اون روز برمیگرده بهش میگه که تو در اون بازه زمانی خودت رو گذاشتی بعد از سازمان گذاشتی اولویت، با اینکه میدونستی ممکنه کل زحمات سالهای گذشته از دست بره، آبروت بره، اعتبارت بره، به پپسی بدون خودت فکر کردی، به اینکه پپسی بدون تو باید موفق بشه و ادامه دار بشه و این اون آدمیه که میتونه مسئولیت بر عهده بگیره. بنابراین هر موقع که به این ذهنیت رسیدیم که آقا من ساعت 9 تا 5م 6 تا 7م نمیدونم فلان، یا این مشکل به وجود اومده، این آخر هفتم، این اول هفتم، اینو جابجا بکنم،
سازمان رو بذارم توی اولویت، اون نقطه تغییر رو دادین. سازمان یا نه، حالا اون محیطی که هستین، اون تیمی که هستین، اون کسی که هستین، میتونین خودتون نشون بدین. بنابراین میگفتش که ما اتیتیود میتونم انجام بدم رو باید همراه با مسئولیت پذیری و باید انجام بدم، باید همزمان با هم پیش ببرن، که این جمله به نظرم خیلی مهمه. خیلی وقتا همین لیوانی که میبینیم من از بغلش رد میشم میرم آشپزخونه، من میتونم اینو با خودم ببرم، اما به این فکر میکنم که این که لیوان من نبوده، منم که مسئولیتی ندارم، کسی هم که به من چیزی نمیگه. و این نقطه تغییر اون ویدیوییه که در مورد ستاره‌های درخشان حرف زدیم. اونی که برمی‌داره اینو میبره میدونه من میتونم انجام بدم، فرقش با اون یکی اینه که میگه من مسئولیت دارم و باید انجام بدم، این محیط، این خونه باید مرتب باشه، این کار باید درست انجام بشه، پس بذار من اون آدم تاثیرگذار باشم و اگر این کار رو کردین این نقطه تغییر است برای شما.